آیت الله مجتبی خامنه‌ای با کسب اکثریت آرای مجلس خبرگان با عنوان رهبر مذهبی جدید این کشور انتخاب شده است. این تحول پس از آن رخ می‌دهد که آیت الله علی خامنه‌ای در پی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل جان باخت. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیام انتخاب مجتبی خامنه‌ای را تبریک گفته و آن را آغاز دوره تازه از عزت و اقتدار ملت ایران خوانده است. با گفته او این انتخاب برای اکثریت مجلس خبرگان نشان دهنده اراده و تقویت وحدت ملی در برابر فشارها و چالش‌های خارجی است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تحول گفته است که خواهیم دید که چی اتفاق میفتد. سلام و وقتتان بخیر. به انعکاس از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر در برنامه با همراه ما مهمان است تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی آقای دکتر فضل من الله ممتاز. من میزبان یوسف خان لاله هستم. ممتاز، سلام و وقت شما بخیر. به برنامه هم خوش آمدید. شکر، سلامت باشید. گزینش آقای مجتبی خامنه‌ای باعث رهبر جدید جمهوری اسلامی را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام بینندگان عزیز خدمت شما. ببینین که اصلا جمهوری اسلامی ایران خلاف تصورات دیگرها، حتی غربی ها، اونا روی یک سیستم و برنامه سازمان یافته دقیقی کار کردن که در قسمت یکی تصور میشد که خلای رهبری واقع شود در ایران و با از بین رفتن رهبران صف اول شاید بتونن که نظام ایران یا حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران تضعیف کنن. این خیالشان کاملا کاذب بود. به خاطر ازی که اگرچه سید علی خامنه ای مرشد سابق جمهوری اسلامی ایران خودش حالت فیزیکی وجود نداره، ولی باور به این داشته باشین که سالها او با عملکرد خود زنده است و نه تنها مسئله شخص نبوده، یک میراثی سازمان یافته سیاسی و اداری را به جا گذاشته برای ایرانی ها که شاید سالها برای نسل آینده ایران اینا یک مکتب و مدرسه بوده باشه و شخصیت های مهم دایم با رفتنشان فراموش نمیشن. این سالها میراث از او بقیت باقی است، مانند حسن البنا رحمت الله علیه، سید قطب رحمت الله علیه، مودودی رحمت الله علیه، همچنان سید علی خامنه ای. این شما خودتان نزدیک نسل جدید هستین، جوانای در حالت رشد. این موضوع باید برای جوانا خیلی زیاد، جوانا دقیق سیرت ذاتی از اینا را، سوانی از این اشخاص باید اینا دقیق مطالعه کنن. امروز اگر حسن البنا ترور شد، شما میبینید که اخوان مسلمین در همه دنیا فعلا چی دارد؟ به حیث یک مدرسه و مکتب فکری مهم فعلا بین جامعه وجود داره. این سید علی خامنه ای از جمله رهبرای چی نبود، از جمله شخصیت‌های نبود که دشمن به این توقع داشته باشه که اگر این ترور شد دیگه شاید ایران تضعیف شود، شاید جمهوری اسلامی ایران سقوط کنه. نه، شما باور داشته باشین این مسئله حرف عاطفی نیست.
حرف احساساتی نیست، بلکه یک حرف علمی است که شما باید است که کشتن و شهادت سید علی خامنه ای این منبع و الهام مبارزی، تشدید مبارزی جوانان میشه و نهج از او، برنامه از او باقی است. در قسمت انتخاب مجتبی خامنه ای مسئله ارسی نیست. باید این مفهوم آینده جمهوری اسلامی را با مجتبی خامنه شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، میخواستم امیر رو بگویم خدمت شما، بگیم که مسئله مجتبی رو یک موضوع که قبلا میگیم که از ذهن کسا باید دور شود، که تصور نداشته باشن که مجتبی و اینکه پسر علی خامنه ای بوده به او خاطر از نگاه عاطفی انتخاب شده. این نه، مجتبی خامنه ای یکی از جمله کسایی بود که در رهبری مطرح بود بالفعل، بدون اینکه قرابت با چی داشته باشه. نه. از نگاه شخصیتی، شخصیت مجتبی یک شخصیت علمی است. قبل از اینکه مجتبی وارد کارزار سیاسی شود، این مدرسه حلقه درسی از بیشتر از اینجا از هزارها انسان در حلقه درسی از حاضر میشد. اینه مجتبی حضور فعلی و شخص خود از نگاه علمی، از درایت و صلاحیت علمی و سیاسی و همچنان از نگاه اداری و خود بر دیگران خود تحمیل کرده، نه از نگاه قرابت و ارسی که گمان نشود. بنابراین مجتبی تصور میره که شاید بیشتر و بیشتر از قبل کرده بتونه جمهوری اسلامی ایران رهبری کنه. و موضوعی است که از مواصفاتی که فعلا مشخصاتی که در وجود مجتبی ما میبینیم او است. بعد که مجتبی هم یک شخصیت نظامی است که کاملا درایت و صلاحیت نظامی رو داره. مجتبی یک شخصیتی است که هم صلاحیت و درایت اهلیت اداری رو داره. فکر در عین زمان ضرور است یک رهبر در یک کشور اسلامی ضرور است که همچنان از نگاه علمی بس مجتبی یک شخصیت فقیه و علمی است. یعنی این مواصفات کم است که با رهبرای دیگه با هم کمش جمع شود. بنابراین بهترین انتخاب بوده مجتبی در این مرحله حساس. ترامپ گفته که ببینیم که چی می شود. معنای این سخنهای ترامپ در کل چی است؟ به نظر شما چی می شود؟ ببینید دوستان، در قسمت مسئله ترامپ گفتن، مثلا ترامپ با مسخره و بعضی حرفایش خیلی زیاد فکر میکنم که عریف در حال نیست، با خوش نیست. فکرت است و درست قبل امیر یک اظهاراتی داشته که باید رهبر جدید ایران که انتخاب میشه رأی امام هم در او گرفته شود. این خیلی زیاد جالب بود. یک کسی که نمیتونه که شهردار نیویورک چی کنه تعیین کنه رش در موضوع گرفته شود. آیا در مسئله ایران این با خود چی تصور داشته باشه؟ اما مسئله حرفای ترامپ ما قدر موضوع سرزی بحث نکنیم، جدی نگیریم. درست. جنگ اسرائیل و ایران و امریکا این مثلث به نظر شما چقدر وقت دیگر خواهد دوام کرد؟ این چند بحث هست دوست عزیز. ما باید در یک مثلا این که میگن که ما جنگ اسرائیل و جنگ امریکا رو باید اصلا باید یک ضرور است به خصوص در جامعه ما نسل جوان این درک کنه که امریکا چی هدف داره از جنگ، اسرائیل چی هدف داره. آیا اسرائیل و امریکا هر دو اتفاق نظر دارن، هدف مشترک و هدف واحد دارن در جنگ های خود با ایران و در منطقه، یا که با هم اتفاقات دارن و مفارقات دارن؟
مشترکات دارن و اختلافات دارن. مسئله اسرائیل و جنگ که گفتیم که چطور چه وقتی ادامه میشه، مسئله است که جنگ اسرائیل به اساس هدایات و الهامات توراتی صورت میگیره، تورات محرف صورت میگیره. یعنی جنگ اسرائیل جنگ دینی عقیدتی است. اسرائیل به اساس نصوص توراتی وارد کارزار نظامی میشه و سیاسی شده در منطقه. این موضوع این یعنی مردم شما ببینید که اسرائیل بیرق خود گذاشته، بیرق گذاشته، اصلا مردم تصور از بیرق اسرائیل نداره، خصوص بسیاری از حتی کسایی که روشن فکر خود میگیرن، حتی کسایی که فرهنگی به خود میگیرن، سیاسی میگیرن، معلومات درست ندارن. باید که ما اصلا فلسفه وجودی و فلسفه جنگی اسرائیل باید مطالعه کنیم. اسرائیلی ها اونا آن دعایه و شعاری که دارن نمی میگن که اسرائیل سرزمین تو از فرات تا نیل است و بیرق که گذاشته و دو خط آبی که در بالا و پایین بیرق اسرائیل است، او رمز دلالت به دریای فرات و نیل میکنه. اینا شما فکر کنید 8 کشور عربی را اینا در اسرائیل در چی خود در نقشه خود به اسرائیل بزرگ گذاشته. 8 کشور عربی را گذاشته. اینا جنگ اسرائیل تنها موضوع فلسطین نیست. جنگ اسرائیل مسئله ایران نیست. اسرائیل فقط به خاطر ایران اخلاقاتی که میبینه که یک چیز از جمله ممانعت یا موانع پیشرفت اسرائیل و رسیدن اسرائیل در منطقه است. ایرانیا این مسئله یک تعداد کسا موضوع تشیع مطرح میکنن، تسنن مطرح میکنن. نه، مسئله در کل مسئله اسلام در اینجا مسئله کشورهای اسلامی مطرح هست. ما اختلافات با ایرانی ها داریم، یه چیزی در به پنهان نمیکنیم، ولی این مسئله بسیار واضح بوده باشه که امروز ما در کنار ایرانی ها که میستیم، این مسئله ایمانی و وجدانی ماست، این مسئله عقیدتی ماست که ما در کل مسئله اسلام و مسلمین رو در نظر میگیریم. باید مسئله نیست که یک مسئله جغرافی بوده باشه، موضوع سیاسی باشه، اختلاف اعتقادی بوده باشه. نه، اسرائیلی ها دعایی اسرائیل کبرا رو داره که بخش اعظم بزرگی از عربستان سعودی را، حتی مدینه منوره را، موضوع خیبر و جای دیگه اینا رو در نظر دارن. اردن، لبنان، کویت، عراق، نصف مصر، فلسطین، اردن، 8 کشور اسلامی عربی را اینا اسرائیل در نظر دارن که یه جمله ملک سلیمان است، از بنی اسرائیل است. اسرائیل روی این موضوع فکر میکنن. مسئله دوم دیگه که بعضی کسا که تصور می‌داشتن در قسمت جنگ‌های غزه و جنگ‌های فلسطین تصور ازی دارن که جنگ فلسطینی است، ایرانی است، چیست؟ حماس است. نه بابا، این نیست. این اصلا این خیلی اشتباه است، بلکه یک خطای مهم اعتقادی است. فلسطینیا به خاطر خود جنگ نمی‌کنن. فلسطینیا اونا سپر است، در جبهه مقدم است. از مسلمان ها مسئله قدس است، بیت المقدس است، مسئله مقدسات مطرح. ایرانی ها یک مسئله ایران که مورد تعرض قرار میگیره، یکی از گناه های ایرانی ها است به نزد اسرائیل امریکا که به خاطر از فلسطینیا دفاع کرده. اگر خامنه ای از فلسطین دفاع نمیکرد، اگر خود دفاع نمیکرد، از حماس دفاع نمیکرد، امروز به این سرنوشت گرفتار نمیشد. یگانه گناه خامنه ای ایرانی ها این بوده که در فلسطین دفاع کرده. باید اعتراف کنیم به این جوانمردی و به این قربانیت، باید ما اعتراف کنیم، با او سلام بگذاریم برای اونا که اینا یگانه کسی از کشورهای اسلامی بودن که واقعا در کنار حماس ایستاده بود. یگانه کسایی بودن که از فلسطین، از مقدسات اینا دفاع میکردن، حمایت میکردن. باید ما با این اعتراف کنیم، با او تقدیر کنیم، با او سلام تقدیم کنیم. روزهای آینده را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا یک جمهوری اسلامی قوی در منطقه؟ ببینین، مسئله درسته که امروز جای شک نیست که همه به شمول کشورهای اسلامی و عربی دنیا همیشان علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دارن، به شکلی از اشکال قرار دارن، به خاطر که همراه و همسو با سیاست جابرانه، دیکتاتورانه،
ظالمانه امریکا بوده باشند، به او خاطر امروز همشون در کنار امریکا قرار دارن، علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. ولی ما با این باور هستیم که ان شاء الله تعالی با او عظمتی که دارن در 45 سال بیشتر آن برنامه هایی که ساختن، مثلا ساخته شده، جمهوری اسلامی قوی تر از شاید بیرون بره از این مسئله که وجود داره. به خاطر چی؟ به خاطر که هر مرحله تاریخی تصور دشمن نی بوده باشه که سرکوب کنیم تا در عقب بفته. شاید خسارات مادی، خسارات نظامی، جانی وجود داشته باشه، در پی داشته باشه، طبیعی است. کسی قربانی میده، مبارزه میکنه، مثل چی که افغان‌ها در مقابل اتحاد شوروی وقت قیام کردن، میلیون شهید شدن. ولی امروز ما میبینیم شکر الحمدلله که شما با یک روحی دیگه، جوانای خود که میبینیم امروز با یک روحی دیگه هستن. نه جوانای ما که 45 سال قبل، به 35 سال قبل، جوانای ما امروز بیشتر مسلح هستن با ایمان، بیشتر مسلح هستن با افکار، بیشتر اینا آگاه شدن، بیشتر بیدار شدن. کسی که غافل بودن بیدار. حال موزه جمهوری اسلامی ایران هم همچنان اینا هستن که جوانایشون بیدار شدن. کسایی که در غفلت بودن، دشمنی اسرائیل و دشمنی امریکا را سطحی فکر میکردن، سیاسی فکر. درست اینا فکر میکردن مردم ایران که واقعا اینا دشمن تمدنشان است، دشمن قوتشان است، دشمن پیشرفتشان است. با او خاطر جوانش بیشتر اینجا هر چه آماده تر اینا قیام میکنن و بیدار شدن و این بزرگترین دستاورد است. ما ان شاء الله اگر زنده بودیم میبینیم که ایران شگوفا رو میبینیم. شگوفا نه از نگاه عمرانی، بله عمرانی ما ساخته میشه. مسئله مهم مسئله اعتقادی و فکری است. بله آقای دکتر، شما انتظارتان از آقای مجتبی خامنه‌ای چی است؟ چی باید بکنه؟ آقای مجتبی این نیست که انتظار ما با او خاطر که اولی که فعلا اینا با خود با وجود از که میراث چی رو داره، فکر دست با وصفی که با خود آنو افکار و میراث چی رو حمل کرده، سابقه را فهمید. یعنی مجتبی کسی است که میتونه که بین عصر و اصل چی کنن، جمع کنن. فکر دست یعنی مجتبی بین وصل پولی است بین نسل قدیم و نسل جدید. این تمایز مجتبی میتونه که همراه با پیشرفت‌های فکری، عمرانی، نظامی، عصری بوده باشه در رابطه. و این بهترین یکی از ممایزات و از جمله مشخصات مجتبی است. به خاطر اینکه این پولی است بین نسل قدیم و نسل جدید، تاریخ قدیم و تاریخ جدید، بین اصالت و معاصرت. بله. پیغام اگر داشته باشین به خاطر ملت ایران، مردم ایران، رهبر جدید ایران، پیغام شما چیست؟ ببینید در مسئله پیغام به این جوانای میگیم ما که با این مرحله عمر ما به مبارزه گذشته در افغانستان، همچنین در این مدت 40 سال 50 سال قضایا را که ما پیگیری کردیم با مرحله جوانا، اگر قبل از اینکه اینا غافل بودن، بیدار نبودن، باید این جوانای جدید ایران همچنان ایرانی ها همچنین این موضوع رو درک کنن. اگر تا به حال دشمن خود میشن، آل دشمن خود درک کنن. مشکل اختلافات، مشکل بر مثل خود نظام نیست، جمهوری اسلامی ایران نیست. اصلا هدف تمدن بزرگ و کهن ایران هدف است. تا وقتی که خواستین که یک کشور بیچاره بسازید، تضعیف بسازید، اولین کاری که میکنید شما باید اونا را از تمدن و تاریخشان دور نگاه کنید و این هدف استعمار است. مثلا خامنه‌ای نیست، جمهوری موضوع خود نظام نیست. مثلا اصلا هدف اسرائیل، هدف امریکایا تمدن ایرانی هست، تاریخ ایرانی هست، فرهنگ ایرانی هست، عقیده ایرانی هست، دین ایرانی هست و در نهایتش نفت و ثروت و اقتصاد ایرانی هست.
اینها آره که یک تعداد کسایی که غلامایی که وجود داره، مزدورایی که وجود داره در بیرون و در داخل، طبعا هر جامعه از خود انشالله کسایی داره، کثافت دارن، اشغال دارن. اینا در که شعار میتن به خاطر از اینکه سقوط نظام میگن، سقوط ایران هم میگن. حتی بی شما خودشون یک فکر داشته باشین که امروز مسئله رضا شاه پهلوی است، حتی غلامی اسرائیل قبول میکنن، میخوان مثلا غلامی امریکا رو بس به شکل واضح میگن. آیا شما توقع میداشته باشین از غلام که از خود چی داشته باشه، روی ارتقا فکر؟ غلام هیچ وقت فکر رشد نمی داشته باشه، فکر تالی نمی داشته باشه. این یک اصل است. غلام دائم به اساس مصالح منافع بادار فکر میکنه. در او با شما دیگه کشور تفاوت نمی‌داشته باشه. جوانای ایران ما باید این موضوع رو درک کنه که هدف دشمن اقتصادشان است، دینشان است، افکارشان است، تاریخ کهنشان است، تمدنشان است، اقتصادشان، نفتشان است. باید فریب بیگانگان نخورد. آقای دکتر در برنامه حضورتان بسیار زیاد سپاسگزارم. سلامت باشید. بیننده های گرامی، انعکاس بر همینجا پایان یافت. شما را به الله پاک میسپارم. خداحافظ.